تو 40 سالگی نمیخوای زن بگیری؟ شما چرا نمیگیری؟ به تو چه؟ شما از من جوانتری، پیشکسوت منی، برای چی نمیگیری؟ شما بگیر. حالا فعلا شما بگیر. من بگیرم کی میگیری؟ تو فعلا بگیر. نه باشه. من امشب آخه گرفتم. گرفتنی نیست، این نیست که تو بگی الان مثلا من گرفتم تو هم بگیر. باید به وجود بیاد. به وجود میاد. تو مسیرشی. من حس میکنم. من همیشه تو مسیرم علی جان. اصلا از علی زنده وکیل همچین جمله هایی من همیشه در مسیرم. متوجهم. ولی امیدوارم که واقعا به قول تو این شکلی نیست بری بازار بگیری بیاد. نه بعد اتفاق بیفته. باید بلوغشو داشته باشی. به نظر من شعور میخواد، درک میخواد. وقتی اتفاق میفته انقدر آسون اتفاق بعد خدا بذاره جلوی پات و قدردان این ماجرا باشی و این یه دنیای دیگه است و خریدنی نیست، معامله نیست، قمار نیست. یک حقیقتیه که تو باید برسی بهش. آره بالاخره این شعر پدر باید به پسر شما به ارث برسه انشالله. آره قابل باشیم واقعا. و امیدوارم که هر چقدر زودتر این اتفاق بیفته. مرسی علی جان. با همون کیفیتی که خودت ازش. الهی آمین.